السلام علیکم دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند باشین. یک شبکه خبررسانی به نام هشت صبح در خبر رسانده که در یک ماه گذشته نزدیک به 40,000 مهاجر از ایران اخراج شده و یا هم برگشته. هشت صبح نیمروز، منابع محلی در ولایت نیمروز میگوید که طی یک ماه گذشته نزدیک به 40,000 مهاجر از ایران اخراج شده و یا هم به گناه داوطلبانه وارد کشور شدند. منابع روز پنجشنبه 6 دلو در صحبت با روزنامه هشت صبح میگوید که طی ماه دلو به تعداد 37,173 تن از مهاجران افغان که به کشور برگشتند شامل خانواده ها و افراد مجرد می شود. منابع افراد تعداد زیادی از این مهاجران به گناه اجباری از ایران خارج و از طریق مرز پل ابریشم وارد ولایت نیمروز شدند. این در حالی که منابع محلی در ولایت نیمروز نیز میگوید که در یک ماه گذشته 55 جسد از شهروندان افغان از ایران از مسیر به ولایت و کشور منتقل شده اند. اینمی خبر بود که هشت صبح رسانده بود. امید که ویدیوی ما رو لایک کنید و چینل رو سابسکرایب کنید. خداحافظ تا خبر بعدی.